ройгон авиада гуфтанем ки нами рӯз мо муроҷиат кардем, моро одамина дар мошин пир кард, ҳаракат мекунем иншоаллоҳ бо ёрдами худову анами бародар ами канали ройгон авиа روی سفید الله هم اترانی گابون باشه در خیلی نمی افراد دست با دو باشه که بران سوخت سلام با پیش پدر مادرش آفرستن. سلام علیکم، خوش آمده به کانال رایگان آویا. برادر عزیز چقدر که خودتون میدونه یک بار بلیت سامالیات نرخ و قیمت شدن ماشینای سابوکراو نه برادر رقمای دولتی چقدر که دستن که توجیکیای با نرخ دسترس ماشینا کامفورت پلوس میشوه، اکانوم کلاس میشوه، بیزنس میشوه، نرخش 6000 سر میشوه تو 10-12,000 و بلیط سامالیات هم که باشه با نرخ دسترس مینویسیم. برادر عزیز کدومی که شرایط داریم بلیط سامالیات میتونین مراجعت کنین با کانال رایگان خریداری کنین و نفرایی که در حقیقت حجت نداریم برادر عزیز به حجت و راه خطی نروین، یعنی ماشین خطی پوستو دا پرویرکو هسته ماشینایی که پیش ای سفر کرده بودن زنگ زدن گپ زدن که یعنی نفرایی که دکومنت ندارن پستای گلاو نیده تو 5000 رسخود کردن و نفرایی که حجتای شما سوزه شما میتونید آزاد سفر کنید ماشینای سابوکراو خط به نرخ دسترس و نفرایی که در حقیقت شرایطون وضعی نه و میخواین که با ماشین سابوکراو یا اینکه اتوبوس خط سفر کنین اتوبوسو تو ازبکستان هست عین حال بازراشین نارودی نگیرین و عین حال امروز رئیس ماشین سابوکراو هست امیکرایون بیلایداچ سفر میکنه 6 نفر درخشان با دو باشین تو که بران سوخ سلامت برسن عین حال همین رئیس 8000 رفته استن نرخش معینه و ماشینو با کدوم خاطر مثلا نرخ یخی نیست هر یک رئیس نرخ هر خیل هست ماشینو اکانوم کلاس نرخشون ارزان 6000 7000 هست تایوتا کامفورت پلوس 10000 تا 12000 هست و اتوبوسای ازبکستان هست 6000 تا ازبکستان ها. برادر عزیز نفرایی که میخواین تو ازبکستان سفر کنین و ازبکستان اون طرفش خطون میرین یعنی تو تاشکند هست و تو بخارا را نفرای خویشمنده میتونین مراجعت کنین و بلیط خطون دسترس کنین و زود سفر کنین. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This